اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. رتب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتداء دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. عزیزان گران قدر، آخرین برنامه از ایمانیات. ما در عقیده 3 بخش داریم. یکی بخش ایمانیات است و یک بخشش کفریات است و یک بخش دیگه هم اخلاقیات است. دوستان عزیز، در ایمانیات ما شما 6 اصل داریم که ایمان به الله هست، ایمان به ملائکه هست، ایمان به کتاب‌های آسمانی هست، ایمان به پیامبرها هست، ایمان به روز آخرت است که ما شما این 5 موضوع را در برنامه‌های قبلی و سرش بحث کردیم و امروز آخرین برنامه ما در و والقدر خیره و شره من الله تعالی هست. موضوع درباره قضا و قدر است. قضا چی را میگن، قدر چی را میگن، با هم چی فرق دارن. سرزید آخری برنامه ما که خدمت شما دوستا تقدیم میکنیم، مسئله قضا و قدر را تحقیق میکنیم. کلمه قضا به معنای فیصله و امر است. طبعا وقتی سر قضا میگیم که قضای الهی، یکی قضای تکوینی هست، فیصله الله فیصله کردن که چی است؟ موجودیت، تغییر و عدم موجودیت مخلوقات. آنچه که الله فیصله کرده هست. فیصله الهی به 2 بخش تقسیم میشه که یکی قضای تکوینی گفته میشه و یکی هم قضای تشریعی. قضای تکوینی درباره عالم هستی هست، مثلا جهان موجود و جهان هستی و در تمام از اینا مثلا قضا هست، فیصله کردن الله سبحانه تعالی که طبیعت چه قسم باشه و حوادث طبیعی چه قسم باشه و ساختمان انسان چه قسم باشه، ارتباط انسان با کدام قوم، قبیله. بنابراین اینا کلش مربوط میشه به تکوین الهی. در قضای تشریعی، چون اگر ما بحث بکنیم قضای تکوینی که مربوط به عالم هستی میشه، چی فیصله های الهی در این دنیا هست، در دنیا هست در تکوین، و چی هم در آخرت است. این مسائل که هست مربوط به قضای تکوینی الهی میشه. الله سبحانه و تعالی این طبیعت خلق کرده، 7 آسمان خلق کرده، فیصله الهی است. الله سبحانه و تعالی مثلا مرا با این رنگ خلق کرده، با این چهره خلق کرده، در فلانی منطقه مرا خلق کرده و به این زبان که زبان مادریم است. این کل از فیصله الهی است در عالم تکوین. الله متعال مثلا پیغمبرها را اختیار کرده، الله متعال مثلا کتاب‌های را اختیار کرده. بنابراین این مربوط قضای الهی هست، قضای تکوینی الهی است که حکم از این است که در قضای تکوینی انسان نه صلاحیت داره و نه مسئولیت داره. در قضای تکوینی چیزی است که انسان مسلمان صلاحیت هم نداره و مسئولیت هم نداره. ما نمیتونیم قضای تکوینی الهی رو تغییر بدیم، صلاحیتش نداریم، ما قبول میکنیم و مسئولیت هم نداریم. وقتی که صلاحیت نباشه مسئولیت هم نیست. قضای تشریعی چی است؟ قسم دوم قضای تشریعی است. قضای تشریعی است که الله سبحانه و تعالی میگه که وقضى ربك الا تعبدوا الا ایه و بالوالدین احسانا. قضای تشریعی عبارت از فیصله الهی است که الله فیصله کرده که باید انسان ها، ما مخلوقات هستیم، شما انسان ها و جن ها باید این کارا را بکنین، لکن در قضای تشریعی برای انسان صلاحیت و اختیار داده شده است. الله فیصله کرد الله تعبدوا الا ایه، شما بغیر از الله با وحدانیتش کس دیگر عبادت نکنین و با والدینتان احسان کنین، لکن اختیارش برای انسان داده. فیصله الهی است که در
امور اعتقادی، در امور اخلاقی، در عبادات و در معاملات الله فیصله خود بیان کرده، ولی اختیار برای کی داده؟ برای انسان داده. وقتی که انسان در اینجا اختیار داره، حالا انسان در اینجا چی پیدا کرد؟ اختیار پیدا کرد و صلاحیت پیدا کرد. بناهن چون الله برش این فیصله هم کرده که بر انسان اختیار داده شود، پس انسان اختیار داده شده در این. پس چون اختیار داریم، در مقابل اختیار خود ما چی داریم؟ مسئولیت داریم که اگر کسی باز مخالف فیصله الهی کار میکنه، بالاخره اگر شرک میاره یا مثلا اخلاق زشت می داشته باشه یا عبادت درست نمیکنه، پس اینجا این مسئولیت داره. پس این از قضا. پس آیا ما در قضا اختیار داریم یا اختیار نداریم؟ میگیم در قضای تکوینی ما اختیار نداریم، در قضای تشریعی ما اختیار داریم. در قضای تکوینی که مربوط عالم هستی میشه، در این ما اختیار نداریم. در مورد اختیار پیغمبرها و تعداد ملائکه و عرش و قلم و همه چیز ما نه صلاحیت داریم نه مسئولیت داریم، فقط ایمان داریم، تسلیم هستیم. اما در قضای تشریعی فیصله الهی است، ما در قضای تشریعی چی داریم؟ مسئولیت داریم. بناهن به اساس مسئولیت خود چی میکنیم؟ در قضای تشریعی چون صلاحیت داریم مسئولیت هم داریم. خب موضوع دیگه موضوع قدر است. قدر در لغت به معنای چی است؟ به معنای حکم و رساندن است. ایناله و اندازه کردن هم میگن. و قدر در اصطلاح چی است؟ آن چی است که الله سبحانه و تعالی در ازل بر مخلوقاتش مطابق علم غیب خود تقدیر کرده. پس الله چیزی را بر ما مقدر کرده، تقدیر کرده در ازل در علم غیب خود. خب الله سبحانه و تعالی میگه که انا کل شیء خلقناه بقدر. ما هر چیز چی کردیم؟ با امو قدر و اندازه خلقش کردیم. و رسول الله صلی الله علیه و میگه که هر چیزی به تقدیر است، حتی عاجزی و زیرکی یا زیرکی و عاجزی. امام احمد میگه که تقدیر قدرت الله می باشه. و عبدالله ابن عباس میگه تقدیر نظام توحید می باشد. هر کسی که الله را به یگانگی اش عقیده نماید و به تقدیر ایمان بیاورد، عقیده توحیدش تکمیل می گردد. ارکان ایمان به قدر چی هست؟ اولی است که ما باید به علم شامل الهی ایمان داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی به اساس علم خود که عالم الغیب است، عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم است، به این اساس تقدیر کرده همه چیزه. پس به اساس علم غیب خود ایره مقدر کرده. دوم ایمان داشته باشیم به نوشته شدن همه چیز در لوح محفوظ. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. و در حدیث دیگه آمده که ان اول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما اكتب قال اكتب القدر ما كان و ما هو كائن الى الابد. پس سوم رکن ایمان به تقدیر چی هست؟ ایمان به قدرت و مشیت الهی است که الله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. و چهارمیش است که ایمان به این که الله خالق هر چیز است، الله خلق کننده همه چیز است. در مسئله قضا و قدر دو چیز اساسی بسیار مهم است دوستا که ما را از مشکلات در این مسئله خلاص میکنه. بعضی کسا بسیار دوستا است که بعضی کسا میگه والله ما بدبخت خلق شدیم، بعضی کسا میگه من این قسم ناکام هستم، بعضی ها میگه من این قسم چی. نه، در اینجا دو حصه هست. در مسئله بحث در قضا و قدر به خاطر که تمام جنجال و مشکلات حل شود، ما و شما باید بفهمیم که در مسئله قضا و قدر دو بخش است. تقدیر ما دو بخش داره. یکی بخش تقدیر است که بر ما معلوم است، آنچه در تقدیر ما رفته بر ما معلوم است. و قسمت دیگهش آنچه در تقدیر ما رفته و بر ما معلوم نیست، در علم غیب الهی هست. اینال آنچه که بر ما معلوم است باید سر از او بحث بکنیم و اونجا مطابق از او کار بکنیم. و آنچه که مربوط علم غیب الهی میشه در او باید بحث نکنیم. آنچه که مربوط بر ما معلوم است اول بر ما در تقدیر ما حس رفته. مثلا من چشم دارم،
پس معلوم است که در تقدیر ما چشم رفته. اگر در تقدیرم چشم نمیرفت خیلی چشم از کجا میکردم؟ در تقدیرم گوش رفته. پس حواسی که من دارم این در تقدیر ما رفته است. پس من مکلفیت دارم که از حواس خود استفاده میکنم و وقتی من از حواس خود استفاده کردم چون در تقدیر من این حواس رفته، این مخالف تقدیر نیست. عقل در تقدیر ما رفته دوم. پس وقتی ما از عقل خود استفاده میکنیم، خود به دست خود در چاه نمیپرتیم، با چشم خود میبینیم و عقل ما میگه خود نپرتو در چاه خوده، پس اینجا مخالفت با تقدیر نکردیم. چرا در تقدیر ما چی رفته؟ عقل رفته و وقتی از عقل خود کار میگیریم موافق تقدیر خود کار کردیم، چون الله در تقدیر ما عقل نوشته کرده. سوم مسائلی است که مثلا در تقدیر ما پیغمبر رفته، در تقدیر ما قرآن رفته. آیا در تقدیر ما قرآن رفته؟ بله، قرآن نازل شده بالای ما. در تقدیر ما پیغمبر رفته؟ بله رفته است. پس ما باید مطابق قرآن و مطابق سنت عمل بکنیم. وقتی ما مطابق قرآن و سنت عمل میکنیم ما مخالفت با تقدیر نکردیم. همچنان در تقدیر ما علم رفته. وقتی ما از علم خود استفاده میکنیم مطابق اوامر الهی از علوم استفاده میکنیم، پس این تقدیر ما رفته. وقتی که ما از این علوم استفاده میکنیم به شکل مثبت ما مخالفت با تقدیر خود نکردیم. ایناله آنچه که مهم است در این راستا و چی است که در تقدیر ما حس رفته، عقل رفته، علم رفته، وحی رفته، قرآن است و سنت است. پس ما باید از تمام از اینا چی کنیم؟ استفاده کنیم و این مکلفیت ماست در تقدیر. اینال اگر یک کسی میگه که من ناکام هستم، تو از حست استفاده نکردی و ناکامی خود مربوط به تقدیر میدانه. تو خود درس نخوندی ناکام شدی، الله در تقدیر تو وقت نوشته کرده بود، در تقدیر تو علم نوشته کرده بود، در تقدیر تو حس نوشته کرده بود، در تقدیر تو عقل نوشته کرده بود. چرا از اینا استفاده نکردی تا که کامیاب شوی؟ یک نفر از کار نمیکنه، عاطل و باطل میگرده و باز میگه در تقدیر ما گرسنگی هست. الله در تقدیر تو توانایی جسم داری، برو کار کن، زحمت بکش و ببین که رزق تو خوب میشه یا نمیشه. پس این امور تقدیر مربوط میشه به خود ما که باید ما از این مثبت استفاده بکنیم و اگر از این استفاده میکنیم هیچ وقت چی نمیشه؟ مخالفت با تقدیر چی نمیشه. از این خاطر وقتی که ابو عبیده عمر بن الجراح در قسمت عمر رضی الله عنه وقتی که به شام نرفت، اونجا طاعون بود. ببینید در اونجا طاعون بود، عمر رضی الله عنه در منطقه که طاعون بود داخل نشد. ابو عبیده عمر بن الجراح اعتراض کرد، برش گفت که ای امیر المؤمنین از تقدیر الهی فرار میکنیم؟ عمر رضی الله عنه گفت که بله، از تقدیر الهی به تقدیر الهی فرار میکنم. یعنی الله اردوی از مقدر کرده برای ما. مقدر کرده چی هسته؟ برای ما این مقدر کرده که اونجا مقدر است طاعون و برای ما این مقدر کرده که عقل برای ما داده، نص برای ما داده، علم برای ما داده، که قرآن داده و سنت داده که شما در اون منطقه که طاعون است شما در اونجا داخل نشین. پس ما از تقدیر الهی، تقدیر اونجا طاعون بود و تقدیر ما بود که ما در اون منطقه که طاعون است در داخل نشیم. پس ما از تقدیر به تقدیر چی کردیم؟ انتقال کردیم. پس این حال اینجا وقتی کسی ایره بفهمه مشکلش حل میشه. اما یک جهت از تقدیر است که مربوط به غیب میشه. خاتمه ما چی هست؟ غیب است، مستور است، ما نمیفهمیم. کی جنتی هست ما نمیفهمیم، کی دوزخی است ما نمیفهمیم، چی چیزهای دیگه نوشته شده ما نمیفهمیم، مرگ ما چه وقت است نمیفهمیم. پس وقتی کل ازی مربوط بر من نیست، مربوط به غیب است. در غیب الهی مداخله کردن در این مسائل باز اینجا مشکل اعتقادی پیدا میکنه. اینجا باز ما حق نداریم که در این مسائل داخل شیم. ببینین در حدیث شریف که عن ابی هریره رضی الله عنه قال خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روز خارج شد، دید که ما و نحن نتنازع فی القدر، ما منازعه و گفتگو میکنیم در قدر، در کدام قسمت تقدیر، در اون مسائلی که مربوط به غیب میشه، در اون ما کی جنتی است کی دوزخی است، مثلا آیا تو جنتی هستی یا تو دوزخی هستی، چه وقت میمیری چه وقت نمیری. این گپا مسائلی که مربوط به علم غیب الهی است. در سر از این گفت ما منازعه میکردیم. فغضب حتی احمر وجهه، اینقدر میگه رسول الله صلی الله علیه و آله غضبناک شدند تا اینکه حتی چهره مبارکشان
سرخ گشت که انما فوقی فی وجنتیه الرمان. میگه آنقدر سرخ شد مثل که یک کسی در کومه های رسول الله صلی الله علیه و سلم دانه های انار رو کفانده باشه. متوجه هستین؟ این فقال ابی هذا امرتم، گفت که آیا شما به این چیزا امر شدین؟ ام بهذا ارسلت الیکم، یا ما به این چیزا به شما فرستاده شدم که شما را وادار بسازم که حتی در امور غیبی مداخله بکنین؟ انما هلک من کان قبلکم، رسول الله صلی الله علیه و گفت که یقینا کسانی که پیش از شما بودن اونا چرا هلاک شدن؟ حین تنازعوا فی هذا الامر، وقتی که اینا تنازع کردن در این مسئله قدر که مربوط به غیب میشه. عزمت علیکم الا تتنازعوا فیه، میگه ما بر شما عزم کردم که چی است؟ که در این مورد منازعه و گفتگو و بحث و جنجال نکنین. چرا؟ در مسائل غیبی آنچه که در قدر مربوط به غیب میشه منازعه نکنین. اگر منازعه کردین شما چی میشین؟ سبب هلاکت شما میشه. در مسائل غیبی مداخله نکنین. چرا؟ ادب مسلمان ها دینی است در مسائل غیبی ما مداخله نمیکنیم. هر کسی که در مسائل غیبی مداخله کرده، ما و شما حتی در بحث های دیگه گفتیم مثلا یک کسی در صفات الله، در کیفیت صفات مداخله میکنه، مربوط غیب است، گمراه میشن. هر فرقه و هر طایفه که شما سائل کنین در غیبیات مداخله کردن. یک کسی آمده مثلا در صفات الله، در افعال الله، در ذات الله، چیزایی که مربوط غیب میشه. اسلام که هست چی است؟ تسلیمی هست. خصوصا در مسائل غیبیات مداخله زیاد نمیکنیم. ما در مسائل قضا و قدر هم آنچه که مربوط غیب میشه ادب اینمی هست که در اون مداخله نمیکنیم. دی باید مداخله نکنیم، باید منازعه نکنیم. و رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که شما در مسائل غیب که مربوط غیب میشه، حالا ما اگر هر قدر در مسائل تقدیر گپ بدیم، من چه وقت میمیرم، آیا من جنتی هستم یا دوزخی هستم، کی جنتی هست کی دوزخی هست، چه وقت قیامت میشه، فلان چیزای مربوطات غیب است، او چیز گفته نمیشه. آمنا و سلمنا. اما در مسائلی که بر ما آشکارا هست، معلومات است، باید از استفاده بکنیم. پس الله وقتی که بر ما چیز را مقدر کرده و ما رو به چشم میبینیم که حس بر ما مقدر کرده، چرا از استفاده نمیکنیم؟ عقل مقدر کرده، چرا از عقل خود استفاده نمیکنیم؟ علم مقدر کرده، چرا از استفاده نمیکنیم؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مقدر کرده، وجود داره، ما میتونیم از استفاده کنیم، چرا از استفاده نمیکنیم؟ اگر از استفاده کنیم خوشبخت‌ترین انسان‌ها در زندگی می باشیم. و ان شاء الله تعالی به اساس اینمی اما که رسول الله صلی الله علیه و کل میسر لما خلق. حالا کی جنتی است کی دوزخی هست اون معلوم است. کسی که الله برش راه رفتن به جنت باز میکنه، آن خلاص برش جنتی هست، امور را برش باز میکنه. مجرد گپ از عقیده گفتی، گپ از توحید گفته شد، گپ از شرک گفته شد، فوراً اشتباهات خود فکر میکنه. اینیش خوب بود، اینجا من اشتباه کردم، غلط کردم، توبه کردم، رجوع میکنم. آیات قرآن برش خوانده میشه، احادیث خوانده میشه، تسلیم میشه. آدم دوزخی امور راه دوزخ رفتن برش چی شده؟ آسان شده. هر قدر که برش بگویی نه میره قبول ندارم، باز دعوا میزنه و دشنام میده و بدگویی میکنه. خلاص کل میسر لما خلق. پس در مسائل عقیده ما و شما مسلمان ها مطابق قرآن و سنت چی است؟ امیر عمل بکنیم و ایران بفهمیم که و من الله یرید ظلم للعباد، الله به بنده های خود ظلم نمیکنه، ولا یرضی لعباده الکفر، الله بر بنده های خود کفر هم راضی نیست. پس از ما الله سبحانه و تعالی امر کرده که شما ایمان داشته باشین، اعمال صالحه داشته باشین، ادخلوا فی السلم کافتا. در اسلام وقتی که الله در قرآن بر ما امر کرده که در اسلام کامل داخل شوین، پس این امر الهی است. و فوایدی که ایمان به قضا و قدر داره که انسان مؤمن با دانستن قضا و قدر الهی کاملا مطمئن می باشن، آرام می باشن. مثل که رسول الله به عبدالله ابن عباس گفت که ای عبدالله ابن عباس، اگر تمام مردم بخواین که بر تو ضرر برسانن، اگر تمام مردم دنیا بخواین، عبدالله ابن عباس بچه‌ای که خرد بود و پشت رسول الله کنت ردف رسول الله، ما در عقب رسول الله شاید سوار بود سر یک حیوان و این خردترک بچه‌ای در پشت سرش قرار شیشته، رسول الله برش میگه یا بنیه انی اعلمک کلمات، ما چند کلمه رو بر شما میگم. از این جمله چی است؟ همین مسائل قضا و قدر. میگه اگر تمام مردم دنیا بخواد کلشان جمع شو و بخواد بر تو منفعت برسن، منفعت رساندن نمیتونن الا ما کتبه الله لك، آنچه که الله بر تو نوشته کرده. پس اگر منفعتی بر ما میرسه، منفعت از جانب الله سبحانه و تعالی است که بر ما نوشته کرده. و اگر کل مردم دنیا جمع شوند،
کل کره زمین یک جایشان بخوای بر تو ضرر برسان، ضرر رساندن نمیتونه مگم چیزی که الله بر تو نوشته کرده. اگر الله بر تو نوشته کرده بود او بر تو رسیده میرسه، اما اگر نوشته نکرده بود کلگی بخوای ضرر برسان ضرر. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شده دیگه، قلمی که تقدیر نوشته میکنه برداشته شده و کتاب هایی که دو تقدیر نوشته میشه و هم خشک شده خلاص. پس اینجا بر انسان چی پیدا میشه؟ اینجا بر انسان اطمینان کامل در زندگی خود، انسان تسلیمی به قضا و قدر الهی اطمینان است. اگر الله برای ما چیزی را میته رحمتش است و اگر یک چیزی را از ما میگیره حکمت الله است. رحمت الله و حکمت الله. اگر الله بر ما خانه داد، موتر داد، زندگی داد، همه چیز داد، پس این رحمت الله است. اگر چیزی را بر من نداد و یه چیزی را از ما گرفت، این حکمت الهی است. شاید نداشتن خانه که من خانه نداشته باشم حکمت الهی است که بر من خوبتر است. شاید بر من چشم نته، برای کسی چشم نه، حکمت الهی است، برش خوب است. متوجه هستین؟ پس دوم چیز آرامش در کسب اموال و داشتن قناعت. کسب اموال چی می باشه؟ آرامش می داشته باشه، تمام روز نمیده، بلکه چیز میفهمه که همین دینداری مثل حرکت به طرف آفتاب است و دنیا طلبی مثل حرکت به طرف سایه هست. هر قدر پشت سایه بدوین، سایه از پشتان گریخته میره. اما اگر به طرف آفتاب که دین است، به طرف آفتاب دویدین، سایه خودش از پشتتان میآید. وقتی انسان به طرف آفتاب بره، به طرف دین بره، دنیا خود به خود از پشتش میآید. و اگر انسان به طرف سایه میدوه، سایه از پیشش گریخته میره. به این خاطر انسانی که به قضا و قدر الهی تسلیم است، بگه من زحمت خودم مطابق آنچه که برای من الله حس داده، عقل داده، علم داده، مطابق قضیه انجام میتونم و نتیجهش میگذاریم به خالق متعال. و عدم سوم فایده ایمان داشتن به قضا و قدری است که انسان یأس و ناامیدی در قلبش نمی باشه و میفهمه که یک کسی هست امکانات مادی زیاد داره، او هم امتحان است. موترش برش امتحان است، یعنی خانهش برش امتحان است، یعنی کرسیش برش امتحان است. پس هیچ وقت انسان ناامید نمیشه که والا فلان چیز ندارم، اگر الله برش داد رحمت است و اگر نداد حکمت الله است. هیچ وقت از زندگی خود ناامید مایوس نمیشه. و چهارمی فایده ایمان به تقدیر چی است؟ که انسان مسلمان در مقابل تمام حوادث مقاومت می داشته باشه و میفهمه که آنچه که الله سبحانه و تعالی برای ما مقدر کرده ای بر ما میرسه و همیشه در مقابل از صبر و حوصله می داشته باشه. الله متعال بر همه ما و شما توفیق بیشتر عمل به عقیده اسلامی را نصیب بکنه تا با عقیده سالم زندگی بکنیم، با عقیده سالم بمیریم و آخری کلمه‌ای که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله باشه. عزیزان، این بود برنامه‌های عقیده در پرتو قرآن و سنت. امیدوار هستیم که از این شما استفاده کرده باشین و اگر در کدام جای از من اشتباه میشه، این اشتباهات از خودم بوده و الله متعال اشتباهات ما را اصلاح بکنه و ما را به راه درست و سم هدایت بکنه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. پروردگار ما را هدایت کو به صراط المستقیم، راه کسانی که انعام بالایشان کردی، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. و پروردگار ما را از جمله کسانی نگردانی که علم داشته باشند و به او عمل نکنند، مثل علمای یهود که مغضوب علیهم شدن. و پروردگار ما را مثل کسایی مگردان که اونا اخلاص داشته باشند، عمل بکنن، لکن علم نداشته باشند و سبب گمراهیشان شود، به علمیشان مبتلا به بدعت ها شوند، خصوصا بدعت های خطرناک اعتقادی که در قرآن دالین گفته شدند که نصرانی ها به اساس بی علمی و بی خبری از عقیده صحیح به بدعت های اعتقادی مبتلا شدند و گمراه شدند. الله متعال ما و شما همه ما را به راه درست هدایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع
بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك